سلام دوستان عزیزم، من سعید هستم. به کانال Learn English with سعید خوش اومدید. در این سری آموزش ها من با متد جادویی ریشه شناسی بهتون کلمات انگلیسی رو آموزش میدم که برای همیشه در ذهنتون ثبت بشه. زبان انگلیسی خیلی ساده است. درس دوم با هم دیگه شروع کنیم. کلمه اول light. لایت به معنی نور یا منبع نور، فرقی نمیکنه. لایت میشه نور. لایت میشه چی؟ نور. بلند تکرار کن. هر چیزی که من میگم رو خیلی رسا تکرار کن که اگر این کلمات رو خودت تکرار نکنی به سرعت از یادت میره. کلمه بعدی house. به تلفظ دقت کن. house میشه خانه. خانه. یاد گرفتی؟ خب کلمه لایت رو بچسبونیم به کلمه هاوس. میشه چی؟ لایت هاوس میشه فانوس دریایی. فانوس دریایی خونه‌ایه که نور میده. خب خیلی راحت ما کلمه لایت رو داریم به معنی نور و کلمه هاوس رو داریم به معنی خانه. خانه که نور میده فانوس دریایی هست که اگر دقت کنید در این تصویر نور هم میده. یک نور بسیار زیادی داره. احسنت. حالا بیایم با هم دیگه تکرار کنیم. لایت هاوس فانوس دریایی. لایت هاوس فانوس دریایی. آفرین. خب دوستان لطفا اگر از تدریس من رضایت دارید و از این کلیپ ها خوشتون اومده روی دکمه سابسکرایب بزنید. اگر روی این زنگوله هم بزنید هر کلیپ جدیدی که قرار بدم با خبر میشید و میتونید بیایید و کلیپ رو ببینید و درس رو یاد بگیرید.